حج رفتن یا کمک به فقرا کدامش بهتر است؟ این مسئله را متوجه باشیم. بعضی از مردمی که ذهنشان با شریعت اسلامی موافق نیست یا نادان هستند یا جاهل هستند، نمیدانند یا میدانند خود در چی زدن؟ کوچه حسن چپ زدن خدا که خوب میفهمه. خب باز هم بخاطر ازی که دیگه مردم هم که خود بیرا کنه یگان گپارا میکشا. او یا حاجی صاحب که تو حج میری، حج دمی وطن تاست، چرا با همی فقیرا و با این مهاجرین کمک نمی کنی و تو حج میری؟ یک تشویش پیدا کرد یا نکرد؟ و هم مشوش میشه که او والای این نفر خو یک گپی زد که می 2 لک 3 لک 4 لک روپا ما در حج مصرف میکنم، بیا میره به فقیرا و با مسکینا بتم. هوی را باید داشته باشین. دستگیری فقرا و مساکین یکی از فریضه ما هست. فرد ما در این راستا فریضه ما هست، مسئولیت ایمانی و وجدانی ما هست که دستگیری دیگه برادر خود باشیم، دستگیری یتیمای خود باشیم، دستگیری بیوهای خود باشیم، دستگیری کراچیوان و بیکار و دستگیری کسانی که معذور هستند یا معذور نیستن، صحیح سلامت خو بیکار هستند، وظیفه ندارن، پیدا نمیشه کاروبار، دستگیری آنها باشیم. این مسئولیت وجدانی و ایمانی و افغانی ما هست. اگر کس شانه رزی خالی میکنه او گپ جداست، کس خدا خبر نمیکنه، توانش هم داره و در پالویش مثلی که جمعه گذشته در مورد کرای خانه برای شما گپ زدم، صاحبای خانه خود توان دارن، توانمند هستن، بجای ازی که سر مهاجر برادر خود کرا را پایین بکنن بالا میبرن. این ظلم است یا نیست؟ این ظلم است. تو باید انصاف بکنی. درست است که مال تو هست، مال شخصی تو هست، اختیار داری، و انصاف هم فراموش نکنی. نی یا آدمگری و انسانیت و یہ کجا میبری؟ مسلمانی و همدلی و همفکری و همدردی با دیگه مسلمان همدردی. ای پیامبر ما میگه تمام مسلمان ها با هم مثل یک جسد و یک جان هستن، یک جسد هستن. چشمت به درد شوه تمام وجودت ناراحت میشه؟ نمیشه. گوش درد باشی تمام وجودت ناراحت است. سر درد بودی تمام وجودت ناراحت است. معده درد باشی تمام وجودت ناراحت است. گرده درد باشی تمام وجودت ناراحت است. حالی که تو پولدار هستی، پیسدار هستی، خودت براحت، اما در پالوی دیگه مسلمان چیز نداره، اون ناراحت است. ناراحتی زور به تو حس بکنی. اگر این را حس کرده نتانیسی بفهم که در تو مشکلات هست. از لحاظ دینداری و ایمان و گرچه صفی اول از پیشت خطا نخوره، گرچه صفی اول مسجد گرفته باشی، خوب بفهم که در مسلمانی تو گپ هست. پروردگار احساس و درک به ما نصیب بکن. آمین بگوید. گپ ما دایی بود. اصل مسئله را باید بفهمیم. ببین یک فرائض هست، فرائض اسلام هست. یک مثال نمونه میتون به واضح میشه گپ. نماز جمعه است یا نماز صبح است، نماز دیگر است، این فرض است. یک نفر به تو میگه که نه خود به تکلیف میکنی، میری در مسجد پیشین 10 رکعت میخوانی، بیا یک 10,000 روپیه جا کمک کو برو. گپ معقول زده بری تو اشتباه. یک لگنی که 1 میلیون هم خرچ بکنی جای نماز میگیره؟ نمیگیره. نماز به خود یک عبادت هست. کمک و دستگیری فقرا به خود یک کار نیک هست. ای تو شده نمیتانه که او جای ازی را بگیره و ای جای ازو را بگیره. ای تو هم نمیشه که یک سرمایه‌دار نماز میخوانه و دگه میگه در فکر ازی نیست. نه ای تو هم نیست. و او تو هم نیست که یک نفر نماز نخوانه و میگه انسانیت مهم است و بیا پول میتون به مردم کمک میکنه و مامی کفایت میکنه. ای هم اشتباه است. عین شکل حج، زمانی که بر یک شخص حج فرض میشه،
هم توانایی جسمی پیدا میکنه و هم توانایی مالی. تا رفت و آمد خرچ خانم داره. ای اگر میلیون هم خرچ بکنه فریضه حج از گردنش ساقط نمیشه. و مستقل فرض است. حج خانه کعبه اگر میلیون ها خرچ بکنی جای حج نمیگیره. ایجم خرچ کو، به فقرام دستگیری داشته باش، کمک کو، همکاری کو. وی تو رم نکنی که و پول حجم بیاری و دیجا مصرف کنی که برو به حج نمیرم ازو که دیجا ثوابش زیاد است. نه، فرض است. اگر ادا نکنی گردنت بسته است. ضرور باید حج بری. یعنی این نظریه اشتباه است که یک کس میگه که بجای حج ای فقیره و مسکینه را پول بتی بهتر است. نه، این نظریه اشتباه است. خرج مصرف به فقرا و به آنها کمک کردن جای خود داره. حج خانه کعبه جای خود داره. پروردگار جل و علا به کل ما حج خانه کعبه نصیب بکنه. آمین.